امروز ساعتی تقریبا 8:30 صبح هنرپیشه خلقی تاجیکستان علاءالدین عبداللهیف درگذشتند با بیماری دل، لیکن دینا به اثر کار بودند. من کارهای ایجادی مشغول بودند. برنامه وسیع نوروز جمهوریوی آمادگی می‌دیدند با همراهی هنرپیشه هایی که از دوشنبه آمدن از ولایت. یعنی دیروز با گفتی من همکارشان ساعت 7 بیگاه از جای کار به خانه رفتم. اینا در منزلشان فوتیدن یا که بیمارخانه بردیان؟ چی شده؟ چی خبر است؟ همین روز سحر در منزل خودشان مثل از دل شکایت کرده یک بار همین خبر شدگی است. این تفصیلات بیشتر من ندارم. مرپیشه بسیار محبوب حاضر تمام مردم باختر، من فکر میکنم ولایت و تمام تاجیکستان در یک حالت شوک قرار دارند. بله یک حالتی هست که بسیار هم من تمام راهبریت ولایت آمادگی هم برای تعزیه بیان کردن. از جمهوری آمدن یک گروه وزیران